که کمک میکنه زینک هست. شربت زینک باعث میشه که علاوه بر اشتها رو بیشتر میکنه، پرس های روده رو ترمیم میکنه و بچه که میخواد اسهال های طولانی یک هفته‌ای داشته باشه بهتر میشه اسهالاش. که اونم میتونین مثلا نصف وزن بچه به سی هر 12 ساعت بهش زینک بدین. برای مثلا اگه مثلا 10 کیلو هست که دیگه میتونه بخوره. زینک از ابتدای تولد میشه داد، ولی از یک ماهگی به بعد. ولی از وقتی که میتونه بخوره میتونیم مثلا اگه 10 کیلو باشه مثلا 5 cc هر 12 ساعت بهش بدین. چیزهای دیگه که میشه داد قطره های پروبیوتیک هست مثل پدیلاک ما زیر 2 سال میدیم. پودرهایی هم هست کیدیلاک بهش میگن، بنفشهایی که مادرها بیشتر باهاش آشنا هستن که همراه با زینک هم ممکنه باشه که رنگش نارنجی میشه. اونها رو بالای 2 سال بهتره بدین که از نظر FDA و دارویی گفتن بالای 2 سال. یه قطرهای رامنوفل، روتفلور و لاکتوباس چیزهای دیگه که هست اونها هم میشه داد در سنین مختلف بر حسب دستوری که روش نوشته شده. بچه که خیلی اسهال‌های شدید مثل وبا داره، اونو باید سریع به پزشک مراجعه کنین. ولی درمانی که میکنین هم میتونین مثلا یک قرص ویتامین آ تو بچهای بزرگتر که میتونن تحمل کنن بهشون بدین، از اون شدت جلوگیری میکنه. اینا کارهای حمایتی هست که میشه انجام داد و آنتیبیوتیک ما خیلی توصیه نمیکنیم مگر اسهال‌های خونی که آزمایش داده باشین و جرم خاصی مثلا آمیب ها و انگل ها دیده بشه. پیشنهاد میکنیم به هر دکتری میرین. اگه اسهال میگه داره براش بدون آزمایش مثلا مترونیدازول و داروهای آنتیبیوتیک میدن، بهتره مصرف نکنین، چون آنتیبیوتیک همون فلور باکتریاییه. همون فلور یعنی باکتری های خود رودرم از بین میبره و اسهال بچه بدتر میشه و بعضی وقتا یک سندروم هایی داریم ما به اسم سندروم های همولیتیک اورمیک یا HUS به خاطر دادن آنتیبیوتیک به دنبال اسهال هست که بعد به کلیه آسیب میرسه، نارسایی کلیه ممکنه بده و به خاطر یک اسهال معمولی ممکنه نیاز خون بچه عوض بشه دیالیز بشه و این اتفاقها. کارهای اولیه‌ای که میتونین بکنین برای اسهال، اگه بتونین آب و مایعات بدن بچه رو تامین بکنین، خیلی از عوارضی که برای بچه خواهد گذاشت و از بستری‌های احتمالیش پیشگیری میشه. ممنون از توجهی که داشتین. به دنبال بچه‌ای که اسهال میشن ممکنه عدم تحمل پیو و استفراغ داشته باشن که تو ویدیوهای قبلی ما میتونین کنترل استفراغ رو هم ببینین که به چه صورت هست. ممنون.